من یاری یاری کردم، دل به قراری کردم. یاران این زمانه مثل گل انارند، از دور جلوه دارند، نزدیک بوی ندارند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم بردم و با قوت هستیم. کیسه کاش شوهری روز نمی کردم. از وقتی که از شوهرم جدا شدم یگان روزی خوش و خرسندی را ندیدم. سبب جدا شویمان رشک عالمسوز من. مردکم را به هر یک پادچوب سری را رشک کرده ماجرا می‌گذاشتم. عاقبت کاسه صبرش لبریز گشت و طلاقم را داد. گریان و نالان به خانه پدر و مادرم برگشتم. ینگه‌هایم مرا طعنه زده آشکارا می‌گفتند همه‌اش عیب خود است. حیاتت را به دست خودت سوزاندی دختری بی‌عقل. یگانه کسی که مرا دلبردار بود و همدم بود این مادری عزیزم بود. دیگر یگان همدم نداشتم. از گفت مردم جانم بلند است. قرار دادم که به روسیه بروم تا گوشم اندک آرام بگیرم. یک دوگانه در مسکو بود. به او زنگ زده نیتم را گفتم به او. وعده داد که به من کمک میرساند. خرسند شدم. زود چیپته خریده ترک خاکی وطن نمودم. بیخبر از آن که نان غربت بسیار سخت است. خلاص به مسکو آمده با یاری دوگانه‌ام در یک طرفخانه به کار در آمدم. به طرفخانه ما اساساً آدمان ثروتمند می آمدند. روز دو سه روزی بای بچه به طرفخانه سر خلاندند و یکی از آنها به من چشم علاق کرد. راستش را گویم من هم کیها باز مردی را جویا بودم که در کشیدن بار زندگی کمکم رساند. برای همین گپرانی های او را به خنده قبول کردم. ما قریب 6 ماه خصلت و خوی همدیگر را آموختیم. بعد عاشق روسم به من پیشنهادی خانه‌دار شوی کرد. هر چی باد آباد گفته پیشنهادش را پذیرفتم. توی با دبدبه آراسته ازدواج نمودیم. خانه با حشمت، ماشین قیمتبها و پول و ثروت شوهرم مرا مغرور و هوابلند کرد. دیگر نظرم کسی را نمیگیرید. 1 سال و 7 ماه زندگی کرده صاحب دخترچه شده. شوهرم نامش را سویتلانا گذاشت. بیهوده نمی گفتند که کوزه پشت را تنها خاک لحد راست می کند. بعد تولد کردن درد کهنه من از نو خروج نموده مردکم را به همه رشک می کردگی شدم. شب شوهرم از یک شب نشینی مست برگشت. از پاس شب باشد همه خانه را به سرم برداشته قیامت را قایم کردم که تو در آغوش کدام یک بیوه افلاس بودی. عادتا شوهرم به سر من دست نمی برداشت، ولی آن شب دیگر خود را اداره کردن نتوانسته چنان مرا لطف کرد که قریب مرده بودم. بالای سوخته نمکا گفتگی بر این سحر مرا زورند به ایروپورت بود و بلیط خریده به طیاره سمت دوشنبه سوار کرده گفت من میمون نیستم که با تو بر این زنی به عقل و به فراست میمون بازی کرده شینم. دیگر یگان وقت به چشمم ننمود. همین خیل من و فرزندم در کوچه ماندیم. 4 سال می شود که
با دخترچه بی پدرم آواره و سرسان و حیرانم. سرگذشتم را با آن خاطر نوشتم که به دیگر در زنها درس عبرت شود. هیچگاه آرزوی ملکی بیگانه را نکنه، چون که بیگانه هیچگاه خیش نمی شود. پدری فرزندم اگر تاجیک می بود، شاید در این 4 سال یک بار مرا نه اقلا فرزندش را سراغ میکرد، ولی بیگانه که هست پروایی ما ندارد. از ازدواج کردنم پشیمانم، چون که به خودم دردی سر کردم. فرزندی به نکاح تولد کردم، ولی از زینا خطای مرا خواهران عزیز، دوگانه های عزیز، شما تکرار نکنید. از شما خواهش میکنم با احترام بزرگ. امیدوار هستیم که این قصه به شما پسند می آید و در زیر نوار فکرهای خود را می نویسید، به کانال ابونه می شوید و یک لایکی خود را دریغ نمی دارید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.